اولین بار شده با تشبث فدراسیون فوتبال تاجیکستان، فدراسیون فوتبال بدخشان و کوشش جوانان در شهر خوروغ لیگ فوتبال خرد برگزار می‌گردد. بازی‌های ورزشی در تالار نوبنیاد مجمع ورزشی شهر خوروغ برگزار می‌گردند. مجمع مذکور برای دستگیری همه‌جانبه جوانان و ترغیب حیات سالم بین نسل نوراس با سپارش و دستگیری به واسطه اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بنیاد گردیده، جوانان شهر خوروغ و نواحی نزدیک از آن ثمرناک استفاده می‌کنند. بنابر عقیده رئیس فدراسیون فوتبال بدخشان اناتشاه اناتشویف، در سال جاری که سال جوانان میباشد، کوشش می‌رود هرچی بیشتر جوانان به ورزش جلب گردند. این سال جوانان و در این سال با دستگیری فدراسیون فوتبال تاجیکستان و فدراسیون فوتبال بدخشان و با تشبث جوانان اولین بار در ولایت مختار بدخشان در مجمع ورزشی فوتبال خرد از نمود فوتبال خرد یعنی فوتزال لیگ کلاس آ که از ماه اکتبر 2016 تا ماه 2017 دوام داده می شود. در این مسابقات 16 دسته که زیاده 300 ورزشگر اشتراک می کنند. از آن جمله 14 دسته های شهر خوروغ، 2 دسته های نوع شغنان. در آینده نیت داریم که همه این نوع بدخشان را به این مسابقه دعوت نماییم. با این مسابقه اصلا جوانانی که جهت امکانات‌های محدود موسمی بیکار ماندند جلب می‌گردند. بدون چنین بازی‌های عمومی همه روزه در مجمع ورزشی شهر خوروغ شماره زیاد جوانان و نورسان برای تمرین و مشق ورزشی جمع می‌آیند. در برگزاری چنین بازی‌های کلان اصلا دستگیری مولوی مؤسسه‌ها و بانک‌ها امکانات می‌دهد که آنها تشکیل گردند. اناتشاه اناتشویف رئیس فدراسیون فوتبال بدخشان برای تشکیل این بازی‌ها از دستگیری چند نهاد یادآوری کرد. کارخانه خشکار، общественный фонд предпринимательства и процветания و کمپانی تلفنی تسیل، وавилон، МЛТ، بلاین، امپیو مدینه، دیپامیری، پامیر انرژی، بانک مولوی خرد برای آنها منتپذیری خود را بیان می‌نماییم. بازی‌های مذکور تا ماه اپریل سال روان گذرانیده می‌شوند و تیم غالب برای سبقت به لیگ فوتبال جمهوری راه خط می‌گیرد.